دانشجویان عزیز، امروز درس چهارم خود رو شروع میکنیم. خب اینک اول ترجمه های همین کلمه ها رو نگاه کنید، در دفترها خود رو بردار کنید. بازی چی گناه خونده میشوند و چی ترجمه شدنشان رو بازی میخونم. look یعنی دیده شده دو حرفی او در یک جمله ایستاده. وقتی که دو حرفی او در یک جمله بیاد حرف او خونده میشود، ولی با وجود این هست کمبودی هایی که در بعضی جا دو تا آماده میبینن لیکن او خونده نمیشن. look نگاه کن. where در کجا. open گشودن. close پوشیدن. how چه خیلی. are هسته میباشد. یعنی کلمه is هست، است میباشد. کلمه are در وقتی که اشیا یا که از یعنی در شکل جمع استفاده بوده میشد. from as to با let's بیاید، یعنی این معنای بیا یکونجا آمدن ندارد، ولی که معنایی که بیاید میرویم، بیاید میشینیم، معنای این با این معنی let's. store مغازه، چون در اینجا دیده ایستاده دو حرفی او در یک جا آمده ایستاده است، لیکن این دور خوانده نمیشود، این دور خوانده میشود. دور یعنی ر رو در آخر یعنی ناپور را تلفظ میکنیم. دور در. window تیرزه. خب باید دارم که با شما کلمه ها نکنید فهموش و طرز خوندنشان در دفتر لغت خود حتما کلمه ها رو بردار نمایید. کنون میگذاریم با قسم فهماندهی چگونه استفاده برای این کلمه ها رو سر میکنیم از کلمه look. خب یعنی اساس فهماندهی در فعل ها بسیارتر در این درس می شود، چون که استفاده بودن فعل مهمتر است و این ماندگی یعنی مثال window, door, store یعنی اسم ها این از یعنی لغت همچون لغت اینها رو از یاد کنید استفاده برید. ما فعل ها رو میفهمونیم اساسا. خب look یعنی نگاه کنن. خب می‌نویسیم look it is a cat. خب مثال یک کلمه دیگر نگاه میکنم. is hen مرغ یعنی پرنده. hen مرغ. خب یعنی look it is اینجا خب look it is a cat یعنی کلمه look نگاه کن، یعنی کسی با کسی میگه نگاه کن این گربه است، یعنی look it is a cat. خب یک مثال دیگه میبرم. مثال یک جمله دیگه بزنم میکنم look it is a cat. خب no یعنی نه. باید برام آمده میدونید کلمه no یعنی که نه. خب با شما کسی میگه look یعنی همچون تصور کنید که برای رفیقش گفته ایستاده است look it is a cat. خب رفیقش می‌نویسیم یعنی یک مادام علی به بهرام look it is a cat. بهرام no
is a hen. یعنی look it is a cat. نگاه کن این گربه است. No it is hen. نه این مرغ است. یعنی کلمه look یک ترجمه عادی خود را دارد. نگاه کردن. مثال در یعنی در های بالایی دیگر معناها رو هم داشته میتواند کلمه look. در این حال همچون نگاه کن. من در یک کلمه نگاه میکنم. خب یک کلمه دیگه at look look at the hen. یعنی واسه بهرام خطاب کرده است. بهرام look at the hen. بهرام و مرغ نگاه کن. یعنی کلمه عادی ساده فهمو. نمی‌ذاریم کلمه دیوم. یعنی وزیر کلمه at معنی با. یعنی تو هم با یعنی با کجای در نظر دارد کلمه تو. مثال to school با مکتب. I go to school من با مکتبم. کلمه at هم با یعنی at با گفته یعنی با چیز نگاه کن با چیز بینگر یعنی اینو در نظر دارد. at با at هم اینچونین در هم ما داشتمش میتونم مثال وقتی که سوال میپرسم شما میتونید at 12 مثال در ساعتی فرام فرام at در با. خب where کلمه where در کجا. خب یعنی شکل تلفظ کردن با حرف مثل و یا. لیکن حرف و پورا و نه و میخونه یعنی و بالا تلفظ میکرده و یا و یا. و یا معناش در کجا یعنی. خب مثال مینویسیم where are you from. یعنی سوال. خب کلمه یو با شما شناس است. یو یعنی شما. خب کلمه from از یعنی کلمه from از are می باشد معلوم باشد یعنی از می باشد یو شما where. خب این کلمه چه ترجمه کنیم؟ Where are you from؟ شما از کجا؟ یعنی اینجا کلمه‌ش در خاص میگیم یعنی در این حالت بینید Where are you from؟ شما
از کجا میباشید؟ شما از کجا میباشید؟ در بعض حالات گفته میشد مثل شما میگویید مثل where is my pen. my pen روشکای من where is در کجا است روشکای من در کجا است. یعنی در این حالت در کجا استفاده بوده میشود. خب یعنی با جمله دیگری where are you from. شما از کجا میباشید؟ جواب این جمله مثال اگر شما از روسیه هستید یا شما مثال از تاجیکستان خب من چی میشد I میباشم I am یعنی در زبان انگلیسی اگر با تاجیکی عیناً ترجمه کنیم موافقت نمیکنم. خب I am from مثال دوشنبه یا که تاجیکستان. خب مثال I am from Tajikistan. من از یعنی کلمه from از نشد. من از تاجیکستان میباشم. خب من از تاجیکستان میباشم. خب باید دارم کلمه where با شما فهمو است. اگر نفهمو باشه شما میتونید حتما در کامنتر نویسید. باید با مثال های دیگر میگیم where از یک کلمه دیگر مثال بیاریم. خب یعنی می‌نویسیم دلبر. خب دلبر یعنی دیالوگ از گفتگوی دو شخص. یعنی دلبر میپرسد where is my friend. where is my friend Gulnoza. مثال where is my friend Gulnoza. where is my friend Gulnoza. یعنی دلبر پرسیده استفاده است نیلوفر نیلوفر. خب سوال چی معنی داره؟ where در کجا بوده؟ my friend یعنی اگر فقط دختر باشه اینجا میشه با تاجیکی همچون ترجمه کنیم دوگانه معنی. my friend دوست من. دوستی من گلنوزه در کجا است؟ is است نشد شما که میدونید. where is my friend گلنوزه. دوستی من گلنوزه در کجا است؟ خب نیلوفر جواب میدهد گلنوزه is at. خب شما کلمه سکول رو میدونید مکتب نوشته بودیم درس پیش سکول. خب at چی بود؟ هم یک کلمه در هم با. خب در at school این حرف ال است. خب at school در مکتب یعنی دلبر پرسیده استفاده است where is my friend گلنوزه. دوست من گلنوزه در کجا است؟ نیلوفر در جواب میگوید گلنوزه is at school. گلنوزه در مکتب میباشد. یعنی دوستی من در کجا است؟ کلمه where در کجا و کجا یعنی پس شما رو تاکید میکند. مثال go یعنی رو. شما میتونید در جواب where و کجا حکم کنید.
open close open شدن close پوشیدن یک جمله همگی با سه چهار جمله همین فهمونده هستم. open یعنی شدن. مثال علی open the door. Ali open the door and close the window. خب Ali opened the door and closed the window. خب شما با کلمه and شناس هستید. and یعنی و. در اینجا تاکید کرده شده است، یعنی گفته شده است علی در رو کشو و تیرزه رو مختم کن. خب علی opened the door. مثال شما بگید من در رو میکشم I open the door. من در رو میکشم I close the door. من همچنین شما میتونید مثال دفتر رو میکشم. یعنی فعلی آسان، فعلی ساده همچنین استفاده بوده بشود. خب یعنی همین من در سوم شخص مثال میبرم. مثال یعنی کسی مثال خب مثال نوروز یعنی تاکید کرد علی open the door and close the window. علی در رو کشو و تیرزه رو محکم کن، یعنی پوش. خب در دام می‌نویسیم علی opens and close the window. یعنی دیده شده یکم علامت نمونده، نه سوال نه خطاب. یعنی اینجا چی گفته شد؟ علی opens. دیده شده حرف S ایلوه نمونده در آخر فعل ها. خب علی opens the door and closes the window. اولی در وقتی گفته رفتن یا حتما closes نمیگن. مثال close علی opens the door and closes the window. یعنی این چی معنی کرد؟ یعنی شخصی سیام در نظر دارد علی در رو میکشد و تیرزه رو میکشد. یعنی نوروز تاکید کرد با علی open the door and close the window. علی در رو کشد و تیرزه رو پوش. علی در رو میکشد و تیرزه رو میپوشد. یعنی حرفی اس در فیلم میتونیم ترجمه کنیم همچون امر. حوزی لطفا استگیرید حوزی من بفهمم کلمه اس رو. خب میتونم بنویسم. خب اس یعنی اینجا معنی جمع این که یعنی این در داخل کلمه در داخل فعل ها فعل. خب فعل در داخل فعل جمع. خب در داخل فعل حرف اس بیاد. یعنی در ترجمه میتونید ترجمه کنید این رو اد همچون پیوس میمونیم. فعل پیوس اد. یعنی مثال go رفتن goes. در این به زبان فهمیم اسکریپشن میگم. یعنی نه تنها اس در این نمیاد بلکه یک حرف ای هم ایلوه کرده می شود. خب goes یعنی رفتن می
and یعنی دست میرود مثال میرود میکشوید میخورد یعنی سه و شخص رو در نظر بگیرید علی میرود علی میکشوید علی میخورد یعنی همین وقتی که فعل در آخرش پسوند اس گیرد یعنی سه و شخص در نظر بگیرید میتونم چنین شکل با چنین شکل با شما بفهمم خب یعنی کلمه open و close برای شما روشن گشت باور دارم خب اکنون کلمه how رو میفهمم خب اکنون کلمه how مثال چه چگونه یعنی how are شکل جمع کلمه is است is یعنی is چون که در درس بالا گفته بودیم is یعنی شکل تنها are شکل بسیاری در نظر بگیرید یعنی اگر می باشد is значит می باشند یعنی این رو در نظر بگیرید مثال it is a pen این روچکه می باشد وقتی یک چند شد یعنی از یک زیاد شد یعنی جمع these are the pens یعنی are استفاده برده میشد این یعنی شکل جمع در نظر بگیرید خب how still how are you خب یعنی are هستید یا که هستید خب verb بمانیم یعنی دو معنی دارد هستید هستم یعنی معنی در اصل یک است یعنی طرز استفاده برش میفهمم how are you how چی خیل are میباشه you شما خب شما چی خیل میباشه ترجمهش شما چی خیل هستید یعنی شما میتوانید در زبان انگلیسی مثل سلام رو صرف کنید hello how are you مثل سلام شما چی خیل هستید خب مثل من خوبم یا که خب من خوبم جوابش هم خوبم نیستم I am fine I'm fine خب کلمه fine رو هم می نیستم یعنی ها fine خوب خب یعنی fine خوب I am fine من خوب نباشم how are you I am fine شما چطور هستید شما چطوره I am fine من خوبم یعنی کلمه how همچون چی خیلی ترجمه کرده میشه مثال وقتی که مثالی که شما میتونید اینجوری استفاده کنید وقتی به شما چطور میفهمم مثال میگم این رو بریدن این رو پیوست کردن نکن شما میگید چه یعنی شما در این مورد استفاده میکنید how یا که مثال اگر رفتن go رفتن باشه مثال to با در کنتر میفهمم how to go چه روی مثال شما رفتنی هستید با کوچه مثال این 24 خب وزی رقم ها رو میگیم شما مقصد با کوچه یوری گاگارین رفتنید how to go to the Yuri Gagarin street یعنی کوچه این رو در درس باید این چنین بروتر و فهمتر میفهمم کلمه how و are رو باید دارم که فهمید مثال they are students یعنی در ایست چون دیده ایست در ایست student کی ها یعنی به سوال کی ها جواب شده ایست یعنی اسم است خب در آخر ایست حرف اس پیوست شده است یعنی این شکل جمع یعنی ها نشان گفته که اگر در اسم بیاید اس خب اسم به انگلیسی نام میشود خب نام یعنی اگر کلمه اسم بیاید در آخرش حرف اس یعنی میشود در زبان اسم خب اسم
مثال خب فی خب friend خب یعنی friend اسم است، کلمه اسم است. خب اگر اس اضافه کنیم یعنی friends، این یعنی دوست ها، یعنی کلمه اس در اسم بتوانیم همچون خود ترجمه کنیم. خب they are students، آنها دانشجو می باشند، یعنی یکی هستند می باشند، یعنی چون they students are می باشد و هست در شکل جمع. خب اینها کلمه from، اصلا کلمه هایی که در یعنی با اسم داخل دارن حاجت به فهماندهی زیادی ندارن، یعنی در یاد گرفتن در کار و استفاده بودن در کار. یعنی کلمه هایی که اسم، صفت و دیگر شاخه های گراماتیکا جدا میشوند، آنها نیاز به فهماندن دارن که در کدام حالت چگونه استفاده بریم، چگونه استفاده بودنشون. خب اینها کلمه from. خب یعنی door، window، store، اینا اسم هستن. مثلا window تیرزه، همه یک معنا داشته میتونن. window تیرزه، store مغازه، door در. خب from us، این کلمه from ترجمهش میشه as. مثال میگیرم where are you، where are you from، یعنی where are you from یعنی در جزء where، در کجا، از کجا. خب where are you from در زبان ترکی حتما وقت ترجمه کردن اول ما اسم میگذاریم. مثال شما، یعنی در اینجا کلمه اسم اول یو است، جانشین یو. شما از یعنی from us، شما از کجا میباشید. اگر مثال دونه ما ترجمه کنیم، چون گفتم بودم باز میگم این درست نمیگم. مثال اگر ترجمه کنیم where از کجا، are میباشید، you شما، از یعنی کجا میباشید شما از. یعنی این کلمات به معنی کلمه میشه، یعنی ما در اصل فهمیدیم که همین چی معنی دارن. یعنی همین 4 کلمه با پیوستگی منطقاً معنیش همین که یعنی پرسیده شده از شخصی که شما از کجا هستید، یعنی شما از کجا هستید. خب اگر مثلا شما در جواب گفتنی هستید من از تاجیکستان هستم، خب من یعنی I یعنی در کلمه من میباشم، من هستم استفاده بوده شده هستم، یعنی من از تاجیکستان میباشم. در زبان ترکی امرو حتما پس از اسم میمونه، یعنی پس از I am. خب from so من از خب من از تاجیکستان میباشم، یعنی من از تاجیکستان میباشم. وقتی شما بپرسم where are you from، I am from Tajikistan، I am from Russia، I am from Pamir، I am from Badakhshan، I am from Dushanbe. مثال بجای اگر از کجای، یعنی اگر در داخل تاجیکستان بپرسه شما حتما شهر خود رو میگه و بیرون از تاجیکستان حتما جمهوری خود رو. شما میتونید همین یعنی کلمه اختی رو، اسم اختی رو بیوزنید. خب کلمه door، window، store. مثال کلمه let's، to، at این رو تو پاک می. خب یا بریگر موضوع میپرسم شما حتما یعنی هر چیزی که در تخته صنف دیده شده حتما نوشته در دفترهای خود. میتونید پاوز رو در همین حالتش را نوشته گیرید. خب پاک میکنم.
misoliga Akbar kitob karд, ya'ni amr karд. Open the door. Darro kusho. Hamchunин open the window. Tilzaro kusho. Close the window. Tilzaro push. Close the window. Tilzaro push. یعنی کلمه های اسم مثلا اسم سودا window tilza door در اگر شکل اینو حتما شکلی یعنی مرکبی استفاده بری ندارم یعنی خیلی نیستم دشوار نیستم استفاده بودنشون یعنی اسمایی که اشیا هستن یعنی کلمه هستن دشوارش چی؟ دشوارش همین که در کلاتون کوشش کنید دروه یعنی فراموش نکنید کلمه های آواز کلمه let's to start the جمله میبرم let's خب let's go to the store. خب یعنی چون که دیده شده کلمه let's کلمهش بیاید یعنی این آمدن یک شخص رو در نظر ندارد آمدن چیزی رو هم در نظر ندارد این یعنی وقتی مثال دو سه کسی یک جا میشوید یا عموما یا اون کسی رو میگوید خطاب میکنید بیا با مثال بیا با دوشنبه میرویم یا که بیاید بازی میکنیم این یعنی بررسی با اصطلاح بگیم давайте مثال давайте что-нибудь делаем или مثال همون کلمه давайте بیاید بچه ها بیاید میرویم بچه ها بیاید میشینیم یعنی let's همین مقصد خطی اومده در زبان انگلیسی به همین مقصد ترجمه کرده میشه یعنی ترجمه میکنیم let's go to the store یعنی store مغازه خب let's go to the store بیاید تو با let's go to the store بیاید با مغازه میرویم یعنی زی ارتیکل ترجمه نمیشود زی let's go to the store بیاید با مغازه میرویم خب کلمه ات در این چونین با هم ترجمه میشود در بعض موارد حتما در اروین های بولی اگر اون جمله ها اومد حتما میفهمونم یعنی در کدام حالت ها با استفاده برده میشود در کدام حالت ها در مثال در این حال باید دارم که جمله با شو فهمه است استفاده باید let's ولی با زمی زیاد شدن یعنی کلمه دانستنتون با زمی زیاد شدن لغات ها با زیادتر مثال ها خواهیم آورد مثال let's play volleyball play بازی کردن میشود volleyball و volleyball let's play volleyball بیاید volleyball بازی میکنیم یعنی کلمه عادی بیاید تو این چونین یک چند معنی های دیگر هم دارد در چند موارد های دیگر یعنی در موارد های گوناگون معنی خود رو عوض میکنند برای همین در اروین های در درس های میمده خواهیم فهمون در اروین های بولایی let's go to the store بیاید با مغازه میریم چیز دشوار نمیبینم حتما اگر مفهوم باشد چیزی میتونم درس میتونم نسید خب این ها خب at school یعنی school مکتب at در I am at school من در مکتب میباشم بجای اینجا مثال میکنم هر چیزی که برای یعنی در هر جایی که قرار داره مثال I am at در بعض معرفه ارتیکل یعنی الهه کرده می شود I am at the hotel یعنی مهمانخانه من در مهمانخانه باشم یعنی این جا رو در نظر داره جای کجا بودن یعنی at چنانکه دیده شده در ترجمه کرده شده من در مکتب می باشم بعض معرفه میگوید که با ترجمه کرده می شود آنها رو در سوی میباده خواهم نویست در کدام معرفه دیگر این کلمه با ترجمه
at me misal خب خیلی خوب در یادم اومد. خب look at me. خب look at me یعنی سو کسی به کسی خطاب کرد. look at me یعنی خب کلمه می رو ما شناس نیستیم. می خب جمعه من کلمه می رو می نویسم. می با من برادر ندارونی یعنی خاص میگم من هم می شود با من هم می شود. خب look at me نه اصلا در خاص بگیم می من یعنی با من چیزی با من رو در نظر دارم. خب چون که دیگه شده در یعنی ترجمه ای که موردی که در میگوید I am at school من در مکتب من یعنی این کلمه در ترجمه کرده شده است. در این حالت انجام I am at school من در مکتب باشم. look at me با من نگاه کن. I looking at you I look at you خب من با تو نگاه میکنم. یعنی این کلمه look این چنین معنی های دیگر هم دارد در اون های باقی میفهمم. خب یعنی چگونه در کدام حالت اومدنش رو مثال آوردم. هم در استفاده بوده میشود هم با. خب میکنم. خب این حال یک قاعده که چگونه فعل ها رو استفاده بریم در شخص ها در کدام شخص ها چگونه استفاده بردن فعل و کدام پسوند رو ادامه میکنیم. حاضر با ترتیب دادن این یعنی گراماتیکی با شما میفهمونم. این حال چنین قاعده گراماتیکی رو برای درست استفاده بردن فعل میفهمونم. چون که در صدای کلمه یعنی شکل مصدری کلمه شکل لغویش open در همین چهار حالت یعنی در همین چهار جایشین استفاده بردم. همین کلمه چنانی که در شکل لغوی خودش هست همون خیلی استفاده بردم میشه. مثال I open you open we open they open یعنی من میکشم ما میکشیم. یعنی در زبان ترکی چگونه است یا که در زبان روسی یعنی وقتی که من باشه میکشویم تو میکشویی یعنی پسوند یم یی پسوند ها یعنی پسوند گفتم من ساده کرده فهمونم یعنی کشودن این شکل لغوی کلمه در نظر دارد. وقتی که در جمله استفاده بوده یعنی شکل جملوی من مثال کی میکشد من مثال من میکشویم یعنی بینید که کشودن از میکشم برای آنکه ما این زبان رو علاقه گپ میزنیم میدونیم یکم مشکلی فکر نمیکنیم لیکن در اصل برای یک زبان یا دیگر یاد گرفتن اصلا این چیزها بهتر مقصد وزبین در نظر می‌آید. مثال کشودن من کشودم این کلمه هیچ معنی نمیکنه در زبان ترکی یعنی باید درستش من میکشویم یعنی پسند نبینیم میکشویم یعنی یم اگر تو باشه میکشویی یعنی پسندها یم یی یا یعنی پسندها ایواز شدن میگم. یعنی در زبان انگلیسی چه است یک آسونی مقصد قانون قاعده و آسونی که شما میتونید زود یاد بگیرید یعنی همگی یک پسوند دارم پسوند اس همین اس هم فقط در سه شخص استفاده بوده میشه. یعنی ببینید در یکم شخص و دوم شخص فقط یعنی در همین چهار یعنی جانشین
چون یک شکل لغوی شما مثال I close the door من در رو میکشم you close the door we open the door ما در رو میکشیم یعنی وقتی اگر هیچ یعنی غیر از همین چهارتا مانگی جایشین ها he opens یعنی اون میکشوید جایی که در اصطلاح یعنی verb فعل اگر پسوند اس گیرد در زبان ترکی میتوانیم ترجمه اد و ید یعنی میکشوید واضح مینویسم مثال opens میکشوید یعنی دیده اصطلاح میکشوید یا که میکشد یعنی آخری کلمه پسوند اگر میتوانیم همین اس همچون ترجمه کنیم ولی همه وقت در فعل ها یعنی اسم میتواند در اسم بیاد مثال پن روچکا پنس روچکا ها یعنی شکل جمع در نظر دارد ولی در استفاده بردن فعل یعنی حرکتی اشیا فعل گفته یعنی حرکتی اشیا را میگن که مثال بعضی وقتا قانون قاعده های ترتیب میتی از زبان دانو مثال بعضی وقتا به حقی میتواند مثال عادی کرده فهمونه فعل اسم صفت یعنی چی گونه بودن یا چه میفهمونه مثال کبود سفید چخیله سفیده چخیله کبوده فعل یعنی مثال من حرکت کردم یا عمل انجام دادم عمل انجام دادن شد یعنی فعل میگم مثال open کشودن این عمل انجام دادن است چیکار کردن کشودن یعنی فعل به سوال چیکار کردن یا open شدن چیکار کردن چیکار میکنن یعنی عادی کرده فهمونیم همین فعل همین خواهد دارد یعنی کلمه های فعلش ما همین قاعده استفاده بوده در زبان انگلیسی تمام کلمه های فعل میتونه با جانشین ها یعنی با اصطلاح بگیم جمع آمیزد یعنی با جانشین ها پیوست نماید مثال اگر کدام فعلی که باشد همین قانون قاعده در یادتون بگید خب درست میگیرد خب مثال take I take the pen من روچکا رو میگیرم you take the pen تو روچکا رو میگیری we take the pen ما روچکا رو میگیریم خب وقتی که مثال اکرم takes یعنی در اصطلاح غیر از همین چهار جانشین ماندگی جانشین ها در همه شده یعنی پسوند اس در فعل اضافه کرده می شود اکرم takes a pen اکرم روچکا رو میگیرد اکرم close the door اکرم در رو میپوشد اکرم opens the door اکرم در رو میکشوید یعنی همچنین همین قانون قاعده استفاده برای باور دارم که درس به شما فهمو بود و یکی اگر یکم سوال ها یا نافهمی ها باشه شما میتونید در کامنتاری نویسید حتما تو امکانیت دست دادم جواب خواهیم داد